خب سکشن خلاص شده بود. پیش از اینکه ما به ایلیوشن بریم این سپلیت هم میخوان. به خاطر سپلیت کردن یک چیز باید سلکت کنی. هر چیزی که شما چی میکنی سپلیت میکنی، سپلیت پیست. اینجا می تاب میگیری، تاب اینه سلکت کنین. اینجا بیاین سپلیت پیست. او که اول هم سلکت نباشه پس هم میتونی. خوب به خاطر که اونمو چی اینمی ایکن که معلوم میشه اونمو را بگیرین پس اینمی پیست سلکت کنین. خب به خاطر که سلاب اگر سلکت میکنی اونمو رقم سلکت میشه. خب پیش از ما فکر ما نبود. این هر روی که شما سپلیت میکنی اینمی کیو برای معلوم میشه نه. ای تو اگر نزدیک برین باز این روی که بگیره خود به اونمو کمان میری. اینجا که ربطی هر قسم که میخوای یک دفعه ما ای را سپلیت میکنیم. خب ببینیش که چی رقم سپلیت میشه. اینه تا اینمی قدر. اینجا پینش برایش میگی ای را سپلیت شد. ببینی بخی جدا شد. اگر میخوای اینم اینجا یک رنگ دیگه برایش بتین پی تی انتر کنین. پی تی پین برایت میخواد. اینمی ای اگر میخوای یک چوب باشنی چوب اینجا وود فلور اینمی میگیریم. اینجا بیاین او بخی جدا هستن. ضرور نیستن که دیگه مثل یک لیر جدا جور کنی یا سلاب جدا جور کنی. اینمی رقم سپلیت کار میکنه. همین کامنت پیتی رو شما گفتید اونجا آیکنش کدام است؟ آیکنش اینجا اینمیست. پینت هستن. اینجا آیکنش هستن. اگر ریموو پینت میکنی ریموو برایت میکنه. اگر میخوای که پینت کنی پینت میکنه برایتن. ریموو میکنه نه ای پس ریموو میشه. اگر میخوای که پس پینتش کنین پینت بیاین اینمی را هر یک که میگیری. مثلا اینمی پلورینگ میگیری، مولدینگ هستن، خشت میگیری، هر رقم که میگیری ما اونمو چی میگیریم سیز اینمی پلورا میگیریم. حالی ما این بینی اینمی تشنابا یک چیز اینمی اینجا کاشی میگیریم سیز. اینا باز میری اینجا که سلکت هم نباشه خیر است. اینمی را چی کنین این خودش چی میشه نه. حالی اونمو پیسه که میخوای سپلیت کنی سلکتش کنی. اینجا بیاین یک کمی از این دور باشه که پیشم با ما یک مسیج میداد. ما زیاد نزدیک شده بودیم به این. شاید داخل پلاستر شده بود. شاید اون. اینمی قدر میگیریم. اوکی کنین اینمی را سپلیت کن. حالی باز پی تی انتر کنین. اینجا شاید تایل باشه یا نباشه. خب میبینیم باش هستن یا نه. سیلینگ تایل هستن تایل اینمی رقم تایل از ببینیم که چی رقم است. خب اگر این خوشتان نبید دیگه تایل بیاریم. خب یک تایل میاریم. خب یک میتریال میاریم که چی رقم. اینجا دمینیج برین به میتریال. اینجا تایل نوشته کنیش که تایل هستن یعنی میسنری تایل هست اپیرنس. خب یک چیزی نداره ما ای را دوپلیکیت میکنیم سیز. ای را دوپلیکیت میکنیم. فلور ای را میگیم تایلت فلور سیرامیک تایل. صحیح شد. اینمی نام دیادت باشه. خب ای را تایلت اینمی را سلکت میکنی. ای را که سلکت کرده اینجا یک چی هستن. خب اینمی زیرش میایی طرف چپ معلوم میشه نه. دا با کلیک کهی دلتا ست براوسر در تا خلاصیگی. اگر دی میتریال دی مواد پانگه ورتوی چه ورتوی سایده خود دلتا هر رقم مواد شده. و ذکر دلتا سیرامیکو لیکم. گوره سیرامیک دا سیرامیک دی یادی منز که او گوره دا طول دی خواه پروسیلین دی پکاروی بلو دی تایل دی
سټون ان سرامیک دی خو هر ډول مواد چې ته دې نه وغواړې هر یو چې انتخاب کې ته اوس زه یو دانه راخلم دغه بلو راخلم صحیح ده بلو نه همدغه سی ساید بلو دا به راواخلو صحیح ده دغلته دا دوه ویکتوره چې دی دا چې دلته کلیک کې دلته ما کمپیوټر په دې بله صفحه کې راځي پروجیکتور کې نه ښکاري ښه دلته درته وایي ریپلیس د کرنټ اسید ان د ایډیټر وذ دیس اسید هغه کرنٹ اسید چې کوم تا سلیکت کړی دی کدام یکی که شما سلیکت کردی اونجا نه اینمی سیتینگ میره دا جای اونمو میشه ما سلیکت میکنیم اون اونجا رفتن کل اونمو مواد ما چی شد تبدیل شد ای اگر دا ویوی چی ببینی دا خود دیوار که بیاینی دا اینه ای تو دا دیوار ببینی اینه رقم معلوم میشه ولی د کاشی غونتی سم نخکر نه د مثل کاشی وره تباش خود سرامی کاشی خب اونمو مواد و رقم هستن نه اگر ای را ما بگیرین اینمی ای بازه اینه مثل چی وره معلوم میشه نه خود سرامیکه تو باش ما این دیواره بیاریم هر رقم که بخوای میتونی که بیاری دلتم کولای سی دغه ایمیج باید تاسو ورته بدل کړئ صحیح ده میشه که هر چیز از اینجا بیاری خو او مشکل نیست میشه که بیاری دا د هغه صفحه چې ده دا د هغه سمه نه ښکاري هلته خو زه خیر دی دا د ریویټ صفحه که داسې زه برابره کړم زه اوس زه خیر دی که نه دا پروجیکتور بیغه نه ډېر ښه دی ښه ښکاري یعنی حالی میری باز پی تی خو پی تی و مواد تایلت خو رقم میتونی که جور کنی اگر ما زیاد پشتش بگردیم زیاد وقت میگیره تا نه او طریقه را یاد بگی که چه رقم میشه یعنی ای را بگیرین بیاین اونه و چیزی که ما میخواستیم اونمو رقم شد خدایی خو مشکل نداری نه میشه که اینمی پلو را سپلیت کنیم حالی میم در دیوار آره خو ای را سلیکت کنیم میشه ایدیت باندری ای را سلیکت کنیم ای را ما الاین میگیم که کار میکنه یا نمیکنه صحیح اینه کتیو الاین میکنیم ای کتی الاین شوه پیش یک مسیج میداد او در ریکاردم ناوردم نمیپنگ که حالی او مسیج میته نمید اون باز اونمو مسیج داد The closed loop used to split the face must lie completely within the face and cannot intersect or overlap any of the face's edges to split at the face at its border. خوی دا دیگه دا دیوارام چی شده نه؟ هر قدر که اینمی را ما کنسل میکنیم یا کمی دورش بگیرین مثلا یا کمی افست بده برایشان یا کمی و یک مشکلی چی هستند او مشکل نیست که در بین دیوار رفته خو یا اگر یادت باشه ما تنها اینمی سلبه تا اینجا جور کردیم یا از ایج او طرف شد شد حالی میبینیم خب سلب اینمی کنترل زد میکنیم خیر است ای را کنترل زد میکنیم میبینیم سلبی ما کجا هستند صحیح سلب سلیکت میکنیم یک دفعه صحیح ولی او چی با ما معلوم نمیشه و اینو معلوم میشه این سلب یک دفعه سلیکت میکنیم صحیح ایدیت باندری برایش میگیم اینجا میرسید نه شاید حالی میبینیم که کتی جور میشه یا نمیشه خب اینه کمی او طرف برده حتما اینمی مشکل بود اون تا اونمونجا رسید آقا جوڑیگی خیر حالی ایدیت باندری برایش بگین اینه بیخی الاین کنین کتی الاین کنین ای کتی الاین شا اینه اونمو گب بود صحیح از
ای جو طرف میرفت نه اسلب ما چی بود خوب شد که زود حل شد نه بازو دیگه طریقه هم هستن او این ویزیبل لاینا میگه او باز میشه که ما برایت بگویم ولی یا میشه تا بین اینمی دیوار ببریم باز کتی دیوار جنت کنیم او میشه که این مسئله حل شوه خب یا میشه اینجا یک سلب دیگه که در روزای اول گفته بودیم نه که یک سلب جدا اینجا جور میکنی از او استفاده میکنی میشه از هر دو طریقه استفاده کنی ولی این طریقه که از خیلی ساده آسان تر هستن حالی میخوایم اینمی دیوار سپلیت کنیم سایز که اونمو کاشی را نشان بود یک دفعه دیگه هم سپلیت میکنیم یک زود خب اگر اینجا خوشتان نمی همیشه اینمی را سپلیت کنین اینمی تو بیاریش سایز این را سپلیت کنین اینمی بگیرین سایز تا اینجا بیاریش اونجا باید یک کمی جای بانه خو حالی میبینیم که کار میکنه یا نمیکنه خو اگر میسیج داد باز میبینیم این را تریم کنین برو کار کرد این را لباس پینت بگیرین تایل نمیره این میشد که دفعه اول هم یک لاینه جور میکردیم اینمی تو میآوردیم خب اینمی رقم میآوردیم اینو یا بیخی از اینجا میگرفتیم تا اونمونجا سر دیوالم تیر میشد گپی نبود خب ولی رقم هم میتونه که شود حالا یک سکشن ما میگیریم از اینجا خب ویو برین ویو یک سکشن از اینجا میگیریم گو تو ویو اینمی سکشن گرفتیم سایز ای را برین در ریلیستیک ویو ای را اگر پاینم میکنه یا نه پاین بکنه WT را انتر کنین که در تایل بره ای را کاری ما نیست این کار نیست اینمی را موسی میکنیم دایی 3D خب این 3D اینمی تو ببینیم میره اسکو در ایزومتریک ببینیم خوب است خب که با ما معلوم شد معلوم میشه نه اونجا دیوارا معلوم میشه سایز اینمی رقم بانه حالا بریم دسپلیت سایز این بخاطری که او اینمی کار ما بخاطری کردیم که چی معلوم شود با ما اینمی پلانه که کدام پلان میگیریم اینمی اینجا باز سکشن خوب معلوم نمیشه با ما ببین اگر ای را بگیریم سایز تالی نگرفتنی این اونجا دیوار از زیر نوشته میکنه پیس R1 هستن R1 حالی ما نمیپون که از دیوار او طرف هستن یا ای طرف هستن فهمیده نمیشه اگر اینجا کلیک کنین اونجا باز در 3D میبینی که طرف بیرون هستن هیچ داخل از سلکت نکردی سایز فهمیدی از اونجا خب ما میخوایم که داخل چی شود سلکت شود ای را پس کنسل بگوین پس برین تا وقتی که اینمی داخل بتانی که چی کنین سلکت حالا اگر ما داخل بریم اون داخل چی شد اونمو پیش سلکت شد حالا پس اینجا بیاین اگر اونجا سلکت کردی دا ای بیمون میتانی که اونمو کارا بکنین ای بگیرین تا 2 متر بس هستن نه از اینجا این تا 2 متر میگیریم اگر تا این طرف هم میاری مشکل نیست به خاطر که یک دیوار هستن خب این ببین 2 متر و چند هستن 2 متر و 10 بگیریم سایز تا دروازه برسه
2 متر و 10 یعنی 2 متر و 10 که گرفتیم دا پینش ورته وایي صحیح ده نیرسه کله مو چې پینش ورته وویل دا اوس سپلیټ شه همغه اوس پینټ ته لاړ شه پینټ چطور که سپلیت شده نیست؟ اون خطش معلوم میشه نه سپلیت اپلای کردیم معلوم میشه دیگه آن معلوم میشه به ما صحیح است اینه که سلکت هم کنی جدا سلکت میشه از این فهمیده میشه حالی میری در پینت یا پیش از اینکه ما با پینت بریم اینجا یک متریال جور میکنیم موزاییک خیلی خوب مواد هستن و نموره میاریم این تایل ایره چی میکنیم خیر است که فلورم باشه اگر این ترازو تایل ایره دوپلیکیت میکنیم وال ایره وال تایل میگیم وال تایل ایره سلکت کنین راسته دلته اوس تاسو ټایل پیدا کولی شئ دغه ټایل ډېر ښه دی موزاییک ښه 1 انچ سکویر دی ډېر ښایسته ښکاري دا اوکې کړئ اوس پرنټ ته لاړ شئ وال ټایل په نوم وکړم وال ټایل دا سلکت کړئ اون چیزی که میخواستیم اونمو تایل ما اینجا اپلای کردیم این خیلی خوب معلوم میشه خب اگر این رندر کنین باز خیلی خوب میشه خب دیگه هغه خو همغه ایمیج دی کولی شي میټریالو کې ته سیټینګ هغه کې خو موزاییک خپله چې دی لوی نه وي موزاییک چې دی همدا 2.5 په 2.5 کې راځي شاته یو جالۍ لري همغه باندې کار کېږي ته خپله لویول او هغه کولی شي هغه مشکل نه لري ښه یو دیوال زه بل هم سپلیټ کوم دغه مخامخ دیوال دا دیوال به سپلیټ کو بیا به زه ایلیویشن ته لاړ شم یا کوی همداسې زه نور خو سپلیټ باندې وپوهېدلی صحیح ده اوس بېرته راسئ ټي ډبلیو پلان ته راسئ اوس وګوره زه دلته غواړم یو ایلیویشن هم دغه خوا وګورم هم دا خوا وګورم هم دغه خوا یعنی څلور خواو ته غواړم ایلیویشن ولرم مهندسي ډیټایلونو کې به مو لیدلي وي د دې لپاره راځئ ویو ته ویو دلته ایلیویشن دی ښه دا ایلیویشن راخله ایلیویشن ګوره نښه چې دی بیخی ډیره غټه ده خیلی کلان هستن نه به خاطر چی که اینجا اسکل ما 1.75 هستن اگر این در خود پیمیلی برین اینمی میتونی که خوردش کنین ولی از اونمو یک اینجا بیاین در 1.20 شوه این پس خورد میشه در بینش این را چی کنیم تا باش که در هیدن لاین بریم اونمو سکلش تغییر بتن این خودش اجست میشه خب اینم اینجا میمانیم صحیح اینجا که مانده اینمی ایلیویشن زیر ایلیویشن بیلدینگ ایلیویشن که زیر اونمو کریت شد خودش این آمد اگر حالی ای را کلیک کنین اونمو ایلیویشن برایت نشان میده اینمی ایلیویشن در پایین برین رو بروش نشان میده برایتون که اونجا کلکین است و این پس ای در لیول 1 ما بودیم نه اگر ای در لیول 2 بانیم باز اونجا کمی تغییرات هم آورده بدیم در لیول 2 ای را ما 1.20 میکنیم این باز بریم در ایلیویشن اینم اینجا میمان ای شد ایلیویشن 2A ای میشه که نامشم تغییر کنیم مثلا تایلت وال ایلیویشن 1 برایش میگیم صحیح است یک جای کلیک کنین اونمو ایلیویشن برای جور کرد والا کسانی
این اونموی لوشن عالی میبینی که تا جایی که ما کاشی کار کرده بودیم اونمو موزاییک کار کرده بودیم تا اونمونجا آمده. اگر این داشتی دیدلاین میبینی بازی رقم معلوم میشه، در هیدن لاین اینمی رقم و در پایین اینمی رقم معلوم میشه. اگر بخوایی که اینمی مواد پیدا کنی اینجا یک پیترن دیگه برایش بتین، اینمی که سلکت شوه override گرافیک یا میشه در اونمو مواد برین ایره چی کنیم در اینمی مواد که در خود پورگراوند چی رقم با ما معلوم شوه نه بریم اونجا تباش بریم کلاس اینجا روشنتر شوه خلاص دا وال تایلو کنه گوره بگراوند چه پورگراوند موی سره هیچ هم نشته کنه پیترنه زه غواړم دا همداسې کراس همدا د کاشي غونته چې ښکاره سي صحیح ده همداسې ورته وایي په بګراوند کې به هم همداسې ورته وایي ښه دا خو د هغه بګراوند صحیح ده فورګراوند کټ پیټرن کټ مو نه ده اخیستی نور به ترې تېر شو داسې شیډډ اوس وګوره هماغسې ښکاري راته اوس خب او دونیمی در دونیم است نه اگر میخوای یک کاشی 30 داشته باشی اونمو را ایدیت کنی اونمو 30 را جور کنی مشکل نیستن خب اونمو میتونی که جورش کنی و هیچ مشکل نداره و دایی و رایت گرافیک ویو میشه خب ای که حالی نمیشه نمیپم با ایلیمنت میتونی که اینجا چی شود ولی حالی اینجا شاید کار نکنه نمیکنم که چرا کار نمیکنه اگر هیچ اونجا نری به اینمی طریقه میتونی که را سلکت کنی مثلا اینمی را سلکت کردینی و اشکالش اینمی را رایت کلیک میکنی و رایت گرافیک این ویو هستن به ایلیمنت اونمو میشه که تغییر بده این دایی کار نمیکنه نمیفهم که چرا کار نمیکنه دایی 3D ببینیم که کار میکنه یا نمیکنه این را سلکت میکنی رایت کلیک کنین این با ایلیمنت در بگراوند چرا مثلا فورگراوند هستن با متریال هستن نه که متریال چی رقم هستن ولی شما میتونی که اینمی را تغییر بتین میخوایی که اینمی رقم او نشان برایت بته هیچ با متریال نباشه باز اپلایش میکنی اونمو رقم برایت معلوم میشه میبینی او تغییر یعنی اگر زود میخوایی باز میشه که اونمو مواد ای رقم چی کنی ولی اونجا کار نمیکردی که چرا کار نمیکرد حالی نمیفهم صحیح خوب پیش میریم در لیول 2 خب اینمی الیویشن خود دیدی نه که چه رقم اگر میخوایی که اینمی طرفش هم ببینین ضرور نیستن که اینمی را سلکت کنی باز روتیت کنی این طرف ببینین این الیویشن این هیت که هستن یا خود اینمی الیویشن خود چی که هستن نه اینمی مربعش این را سلکت میکنین اینجا یک مربع دیگه که معلوم میشه نه شو ایرو که هستن اینمی این طرف هم برای نشان بده این کلش ما سلکت میکنیم اونجا خودش کرید میشه این الیویشن دی الیویشن سی بی اینمی سه دانه نه و دیگه خود نمیشه دیگه کرده بودیم اگر حالی ما اینمی را میبینین اونا دبل کلیک کنین اونا دروازه هستن با ما معلوم میشه اونمو طرف کل الیویشن ها 4 طرف با ما جور کرده هر طرفش اگر این دیگه میبینین این دیگه اش ببین در این شیدید میبینی در ریلیستیک میبینی در این دیگه اش میبینی اونا دروازه در این دیگه اونمو تو دیوار است خدایی باز ما میتونیم که اونمو که ما سپلیت کردیم نه که کاشی با ما نشان بده باز پسان تک کنیم دیتیل هر چیز نشان بده در اینمی کلی ویویش خب در این خب کدام مشکل نیست نه در اینمی الیویشن هم فهمیده اگر دی الیویشن اینجا نمیگیری یک جای دیگه میگیری نه مثلا دویو برین اینجا الیویشن ما میخوایم که یک الیویشن دیگه اینجا داشته باشیم اینم اینجا یک هیدش ایرا اپ کنیم ایرا کار نداریم اما میتونیم ببریم اگه خواسته باشیم اگر اونجا هیچ چیزم نیستن حالی در پروژه ایمانی
تنهایی طرف داریم اینمی بینی اونمو کل چیز برای نشان میده اونمو ایلیویشن هر ایلیویشن که بخواین میشه که هر جای اینمی ایلیویشن بانین و از اینمی استفاده کنیم خب دیگه پیش بریم نور مخ که لارس اینجا سلور بجی دی بس بای دلتان جرسه نن بام دومره بس کو سیده سمع. بیا ورو ورو به داسې مخته ځو صحیح